سلام، بریم با همدیگه یه پودینگ خرمایی فوق‌العاده خوشمزه و مقوی درست کنیم. اول از همه این پست رو لایک کن، بعدم سیوش کن که گمش نکنی. خرماتون رو توی آب جوش 3 دقیقه بذارید بمونه، بعد بلافاصله بذارید داخل آب سرد. به راحتی پوست خرماتون ازش جدا میشه، هستش هم ازش جدا کنید و با شیر گرم به کمک چنگال خوب پورش کنید و با شیر مخلوطش کنید. بعد 2 لیوان شیر سرد رو بریزید داخل قابلمه و 2 تا قاشق غذاخوری نشاسته ذرت به همراه 1 قاشق مرباخوری پودر دارچین خوب با همزن هم بزنید که موادتون گلوله نشه. بعد بزن روی حرارت خیلی کم مدام هم بزنید. وقتی به این غلظت رسید پوره خرما رو بهش اضافه کنید، مواد رو خوب هم بزنید که یک دست بشه. وقتی موادتون به این غلظت رسید شعله رو خاموش کنید، 1 قاشق غذاخوری کره بهش اضافه کنید، 1 تا 2 قاشق غذاخوری عسل هم میتونید بهش اضافه کنید به همراه گردوی خرد شده و گلاب که اینا اختیاریه. امیدوارم درست کنید و دوست داشته باشید. نوش جان.